خسته نباشید دوستان عزیز. یک دو سوال داشتم. یکم سوال این که همین کسب حجوونگاری یا اینکه اکتیوری از نگاه دین اسلام چگونه بررسی می شود؟ نادرست نمیشدگی کار است. این کار خاصتا اگر کسی دین مسخره کند کافر میشد. اینو غالبا یگان چی مسخره میکنن نعوذ بالله برای خنداندن مردم. هیچونین کسی که برای خنداندن مردم گپی دروغ میگوید، کاری دروغ میکند، با در بینش دیگه منکراتش بسیار است. و این آدمی نمیشدگی کار است. کسب اکتیوری چی مقصد؟ اکتیوری هم مشکل دارد. برای آنکه مسئله اکتیوری مشکلیش در آن است که در فیلم گاه ها باید عرق نوشید یا اینکه تقلیدی عرق نوشی کرد. مثلا بگذار وای آب باشدم گویا که عرق نوشته ایستاده است یک، یا که با زنهای نوبرهنه و نامحرم صحبت کردن یا اونا کشادگی هست عورتاشون، مویهاش میتاود مثلا، یا اینکه اگر به رول نصرانی بازی کند کافر میشد یا به بت سجده کرد. اون در رول است، یعنی او حقیقی نیست، لیکن به پیش هیکل رول بت پرست را اجرا کرد مثلا، او کافر میشد. برای چی؟ برای آنکه کار کفر را به شوخی هم کردن ممکن نیست. یعنی جدی نیو برال بازی کرده ایستاده است. لیکن من مثال در بسیار کینوهای مثلا تاجیک فیلم نمیگم، در غیر تاجیک فیلم مثلا آدمو برال نصرانی، برال منگال که آنها دیگر تنگری را عبادت میکنن، به همین نقش ها میبازد. و این استاد عزیز بخشش زیاد در مبین گپتون کینو هسته به مانند کینوی حضرت یوسف هست. در اونجا قهرمان های کوینانی معبد، آدم هایی که آن رو بازی میکنن، رول آن رو بازی میکنن، ممکن مسلمان باشن ولی مقصد در نقش منفی بازی میکنن. مقصد فیلم اسلامی باشد لیکن قهرمان های منفی باشد. اصلا خطا است. برای آنکه رول پیغمبرها حال اون طرف است، رول صحابه و بازی کردن ممکن نیست. به نقش صحابه قول صحیح بازی کردن ممکن نیست. آدمی بزرگ و آدمی پست رولش بازی کند مایلش، لیکن آدمی پست به رول آدمی بالا اجرا نکنه. حضرت یوسف کی اون خوشروگی حضرت یوسف جاشوا یک کافر موندیان و دستی چپ میخورد در رول، اقل در همون رول به دست راست نمیخورد. به رول حضرت عمر یک آدم موندیان به دست چپ میخورد. در کینوی حضرت عمر به دست چپ حضرت عمر میخورند گویا که. بنابراین این کارا نادرست است برادر عزیز. بله. فهمو استاد عزیز، حضور آمد شما در روز خوش. این خیلی کینویی که در داخلش منکر نباشد آماده کردن خیلی دشوار است. یعنی گناه نکرده در داخل کینو، اگر کینو تایید کنید باید امر معروف کنید تمام. دیگه آخر دشوار است. بله ممکن یگان رالیک های تربیوی چند دقیقگی که در بینش گناه نیست ممکن همین خیلی تربیوی رالیک ها آماده کردن، لیکن یک فیلمی کامل یا سریال دشوار است که بیگناه باشد. یعنی کینویی که گناه ندارد مشکل است. بنابراین این کار خوب نیست برادر.